رفت به خاطر اینکه نمیخواست سر میز شام گریه کنه، ولی میدونی انگار که تازه اون لحظه تازه شما میدونستین میخواین برگردین ولی هنوز وقتی یادتون این خیلی جالبه. چی شد خانم دکتر کانادا و کلگری؟ چی شد که از اون برف منفی 30 درجه و کانادا سر در آوردین؟ خب هیچ کدوممون راجبش حرف نمیزدیم، خواهرم، مامانم، اینا، ولی هنوز هم یادتون میاد تحت تاثیر قرار میگیرید؟ اگه همه برن خب کی بمونه که ایران رو بسازیم با هم دیگه؟ مگه مثلا یه تصویری نداری از این که مشارکت میکنی توی ساختن کشور، یه کاری رو دستت میگیری؟ 30-40 سانت برف اومد، اتوبوس‌ها یکی در میون میومدن. خب ما هم دانشجو بودیم، تمام دامادمون با اینا بود، بعد سرد. بعد من گفتم خدای این مملکت هر سال داره همینقدر برف توش میاد، چجوریه که باز برف اول انگار که سورپرایز شدن. دیدین واقعا آواز دول همون که میگن از دور خوشه. آره سیستم اتوبوسرانی خیلی دقیق، خیلی سرنظم، به تمام بخش‌ها دسترسی با اتوبوس داری، میتونی برنامه‌هاشو پیدا بکنی. اینا به نظرم خیلی زیرساختای خوبی وجود داره. من از دبستان میخواستم که استاد دانشگاه بشم. برانگیخته میکرد که تا قبل اون شما این ابعاد تو شما بیدار نبود مثلا. آره پاییز خیلی قشنگی داره. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.